و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این بیچاره منحوس هنوز معنای لغوی اصطلاح اسلام و ایمان را ندانست، اگرم میداند دنبال فتنه است. به شبهاتش شیخ شنقیطی را من جواب داده. ما نگفتیم ایمان اسلام شریک و کفر شرک یک جا جمع می شود. هر کسی چون بگوید کافر است، چون نقیضان را جمع کرده و به کفر واقع شد. بله عین گپ است. ما گفتیم ایمان و اسلام لغوی، ما مجازی یا غیر حقیقی نسبت بعض ایمانیات الله اونا را گفته و کل مفسرین هم میره میگه. لغوی ممکن است که با هم جمع شوند، چون اسلام هم تسلیم را در بر میگیرد، ایمان لغوی تصدیق را در بر میگیرد. ایمان و اسلام اصطلاحی شرعی چنین نیست. بله خلاصه کلام شنقیطی است که بیان شد. ما از شیخ مدنی شاگردانش میخوایم اول منظور ما را بدانه، بعد اگر نفهمید با فهم خودش ما را تکفیر کرد، پس ها شنقیطی را تکفیر کنه. چه ایمان و اسلام لغوی را با هم جمع کردن شرعی را. این در قرآن دیگه آیت ها است، دیگه زیاد است. وش اولی دروغ میگن، اینا میگه کافر مسلمان. گفتم ما مسلمان حقیقی ما میگیم الله ایمان کلمه ایمان سر کافر استعمال کرده. دیگه آیت است، دیگه آیت است که در سورة النساء الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا میبخشین. آیت دیگه است که الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. سعی کنید در اینجا الله میگه نمیبینی به طرف کسایی که الم تر الى الذين یزعمون یزعمون علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نمیبینیم به طرف کسایی که بر از اونها یک حصه از کتاب داده شدگی است، یعنی یک حصه از کتاب داده شدگی است. اهل کتاب هم میگه که چی میکنن اینا؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت، ایمان میارن به جبت و طاغوت. دیکھو جبت بعضی سیر میگه، بعضی یک چی طاغوت. دیکھو طاغوت یعنی معبودای غیر الله، با او ایمان میاره. سعی کنیم. و یقولون للذین کفروا، میگن برای کافران میگن یهود هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. سعی کن الله کلمه ایمان به یا استعمال کرده به طاغوت، یعنی یؤمنون بالطاغوت بالجبت و طاغوت. کلمه ایمان اینجا ایمان شرعی نیست، طبعا واضح است. ایمانی که خودشان ایمان لغوی است، یعنی با مو بعض ایمانیاتی که دارن همین نمیگه. پس ما مجازی گفتیم، غیر حقیقی گفتیم، یا بیدای خودشان، اما او به اون چیزا تصدیق میکنن. اونجا قرطبی گفته که یا ایها الذین آمنوا بالطاغوت، یا ایها الذین آمنوا باللات والعزی. اینجا مست. دیگه جای قرآن بسیار کلمات ایمان الله برای یهود نصارا استعمال کرده است که مثلا در چیز ببینین در سورة بقره الله برشان میگه که قل بئس ما یأمرکم بایمانکم ان کنتم مؤمنین. بعد از آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان، این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان مؤمنین واقعی هستین. یعنی چه قسم؟ یعنی ایمان خود دارین، اما ایمانی که شما ادعا میکنید در نجاتتان نمیته، یعنی شما را در اسلام داخل نمیکنه. ایمان شما را در دایره ایمان شرعی داخل نمیکنه. ایمان خود ارکان ششگانه دارد، کلش باید قبول کنی. و جزئیات ایمان که در قرآن سنت آمده ایره یا نداشتن، ایره خاتم نبی قبول نداشت، پیامبر قبول نه، اما الله کلمه ایمان برشان استعمال کرده در بسیار جایا. مثلا در سورة نحل از بخیارم حال با سوش است که فبالباطل یؤمنون بنعمت الله هم یکفرون. افبالباطل، آیا به باطل ایمان میارن؟ الله سه کلمه ایمان با باطل استعمال کرده. ما اینجا گفتیم کلمه ایمان، واژه ایمان سر کفار استعمال شده، نه ایمان حقیقی، نه ایمان شرعی. بالکل این واضح است. یک آیت نیست، او میگه یک آیت دو آیت. ما اونجا دو آیت میگه این دو آیت ضعیف است. حتی در اونجا نشته کرده در بیان خود که این دو آیت ضعیف است. آیت هم ضعیف شده میتونه خودش یک خطای بسیار خطرناک. گفته این دو آیت ضعیف است. دیگه آیت هاست، غیر از این آیت های زیاد است کلمه ایمان الله و بالای کسانی که ایمان شرعی ندارن. واژه ایمان یؤمنون فعل مضارع، ایمان مصدرش داخل است، استعمال کرده الله کلمه ایمان، اما نه ایمان شرعی را. این میاره گپ مردم ای تو را این کفر است چی دی؟ اگه تو باش خیلی کافر شده. خیلی مفسرینی که او تفسیر کرده در حالی که او جهمیستن اونا. بخی خیلی اونا چرا؟ ما گپ اونا را نقل کردیم. بخی خیلی اونا را جهمی و کافر بگو.
اگر علمیت داری یا نه، اگر مرد هستی که نیست. خب ما گپ امور را گفتیم و آیات قرآن تصدیقش در دیگه جای است. و میگه یا ایها الذین آمنو خطاب به کفار نیست. هیچ خیلی چی میگه کلم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. این خیلی چی میگه دیگه. آیت قل بئس ما یأمرکم ایمانکم. یا آیت و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا. کلمه ایمان خودشان استعمال میکردن. و یکفرون بما وراءه، ماسوایش قبول ندارن. چندین آیات است قرآن دیگه. ای خود دیگه چی بگیم، برادر گرامی یا در ضد و عناد هستن، یکی بهتان میکنن، تهمت میکنن. ما ایمان حقیقی را نمیگیم. امکان نداره که ایمان حقیقی یا شرعی و کفر در یک انسان جمع شود. این امکان نداره، نقیضان است. بله، اما اینجا ایمان غیر حقیقی، ایمانی که بعضیت خود یا دیگه آیتی که در سورت بقره سینمیال در ذهن ما آمد، الله میگه که امی یهودا بیان میکنن، خباثاتشان بیان میکنن، بعد از اون میگه فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. ایمان میارین به بعضی کتاب، کافر میشین بعضش. اینا کلمه ایمان باز استعمال شده. بله، بعضی کتاب ایمان داشتن، حتی کتاب خودشان بعضی احکامش قبول داشت، بعضش نه. مثل که امروز همین دموکرات‌ها و سیکولرها همینطور عقیده دارن، بعضش قبول دارن بعضش نه. همین دموکرات‌هایی که خودم مسلمان میگیرن به نظرشان که ما این اسلام مسیح اسلام مدرنه، همین بعضش قبول دارن. حتی نماز، مثلا نماز میخوانن، روزه میگیرن دیگه، اما دیگهش قبول ندارن. كل اسلام قبول ندارن. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما شیخ مدنی همی سوال دارم که ابن جریر طبری و دیگه مفسرین، ابن زمانین و امام بغوی و غیره مفسرین که نقل کردیم و اونا گفتن تو اینا رو تکفیر میکنی نظر به تفسیرشان یا نمیکنی؟ آیا در کفر واقع شده؟ اگر شده از سلف صالح با ما دلیل بیاره که ولی ابن جریر طبری جهمی شده نظر به اینی تفسیره که قائل است و گفتگیست و قیل نیست او قولش است و راجع او را دانسته. چند قول که بود دیگهش ذکر نکرد، به نظرش اونم راجع است. تکفیر میکنی؟ بیار از علما دلیل که یا گفته باشن مفسر یا محدث، علما اهل سنت و الجماعت که ابن جریر طبری در کفر واقع شده جهمی بود نظر به این گپش، یا امام بغوی یا قرطبی نظر به اینی گپش، نظر به اینی آیت تفسیر یا دیگه آیت ها که است. یک آیت خونه چی میگی بگوی دیگه آیت ها را. این را باید واضح کنه مدنی و شاگردانش، یا خود تو بهتان میکنن، تهمت میکنن و از الله ترس ندارن. نه گپ شیخ مدنی از ما فرق داره. خب الله در قرآن میگه مؤمنین ولی میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین ایمان بیارین. یعنی مؤمنین که صحیح مؤمن نیست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و ای مؤمنین ایمان بیارین، یعنی مؤمنینی که ادعا میکنین. این اصطلاح است، این اصطلاح استعمال میشه. اما مدنی صاحبی تو نبود، تو میگه که با وجودی که اختلاف نظر داریم وی طور میگه تو گپ از باید با یک دیگر خود را دفاع کنیم و احترام کنیم. گپ از خو یعنی صراحت و واضحش غلط است. این که اصطلاحی که ما گفتیم ای مسلمان ها، این قرآن استعمال کرده ایره. این کسایی که ادعای ایمان دارین صحیح ایمان بیارین و او کسایی که ادعا میکنین دیگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ای مؤمنین داخل شد در اسلام. یعنی اون کسایی که دعوا میکنن که ما کامل هستیم، الله میگه داخل شوین در اسلام. اصطلاح ما از اینا فرق میکنه، ای با او یک قسم نیست، زمین آسمان فرق داره.
یعنی اسلام رو در هر کس کار فهمیده میشه است، هر کس مسلم گفته میشه است. مثلا کافر هم مسلم گفته میشه، مسلمان واقعی هم مسلمان گفته میشود، کافر هم مسلمان گفته میشود به خاطر اعمال ظاهرش. اگر اعمال ظاهره داشته باشد، نماز روزه میکنه بکنه، ما میگیم مسلمان، نه مسلمان ظاهری ای، به اعتبار عمل ظاهریش مسلمان ای، نه که در اصل کافر ای. دیگه ببینید که اگر عمل کفری داره میگیم کافر ای. و این نماز روزه و همش بیکاره، عملش همش بیکاره. به همین خاطر میگفتم میشه که چی لفظ ایمان خواستره. چه خواسته؟ یک انسانی که مومن گفته شوه او را مسلمان گفته میشوه، مسلمان گفته میشوه. یکی یا انسانی که وقتی کافر گفته شوه او را مومن گفته نمیشوه، یکی مسلمان گفتش میشوه. مومن یک آدم مسلمان هم مسلمان میگه هم مومن، هر جور است برای مسلم آب لفظش. و یک کافر هم مسلمان میگه هم کافر. مسلمان به اعتبار عمل ظاهرش میگه، کافر به اعتبار عمل کافریش. در اصل یکی کافر است. این نماز و روزه هاش بیکاره. و همین خاطر گفته میشوه که لفظ مسلم عامتره، لفظ مومن خواسته است از لفظ مسلم. به خاطر لفظ مسلم عامتره، لفظ مسلم عامه. در کافر کار فهمیدش میشوه، در مسلمان هم. در کافری که ظاهرا عملی اسلامی داشته باشه. خاص ایام اگر ما نفهمید نمیفهمید. برای خاطر این میگه که بفهمید که خاص ایام چی معنا داره. جوانه دیگه خود تکفیر کرده بعد در دفاع از ما بعد در. خب الله کسایی را اجر بده که بیان کردن، مخصوصا ابو غریب بود یا ابو غربا، یکی از دوستای برادرای تاجیک بود. امورا بعضی که پایش شنیدم، الله برشان اجر بده بر هر کس. و کسایی هم که سر ما رد کردن فکر کردن که مسلمان گفته باشه، نه اونجا گپ موازی است که ما یعنی گپ مبهم نیست، گپ واضح است که ما میگیم کسی کفر به طاغوت نداره مؤمن باز چه قسم بگیم. او اگر ما گفتیم مسلمان ها یعنی به نظر خودشان در جامعه یا به خاطر بعض اسلامیاتشان و از این آیات هم که استدلال کنیم، استدلال غلط نیست، یعنی استدلال نادرست نیست. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم و حفظکم الله و رعاکم. در یک صحبت آخرینه که به دست ما از معروف راسخ رسید که از صحبت شخصیش به یگان کدام نفری هست صحبت میکند و بالاخره باز پیچ و تاب های زیاد. البته ما حالا رد زدن را شروع نکردیم، رد زنی ما در پیش است. البته جواب میگویم. تدلیس ها، دروغ ها، فریب ها، همه چیز ها هست. بالاخره سخن های گفتش را معرف راسخ انکار کرده، ولی تزکیه که به ابوالغریب داد که ابوالغریب کافر را مسلمان میگوید، میگد که بله کسی که کفر اکبر کنه کافر است، لیکن مسلمان میگیم. همین انسان را، همین سخنش را معرف راسخ تزکیه داد، خودش حالا بیخبر است. بالاخره در حق همین کتابی که حالا من اینجا در گروه گذاشتم، رساله که رد به معرف راسخ است در تفسیر و بیان آیات های قرآن، در همین سخن آخرش گفته است که معرف راسخ دو آیت رو تو ضعیف گفتی، این خیلی خطرناک است. گفته خیلی یک جدی سخن کرده است. سبحان الله. معرف راسخ من نمیدونم به فریب کی واقع شده، کی او رو فریب میدهد، کدام نمیدونم گمراه گشته و جهمی ها به او خبرهای باطل میتیند. انا همین کتاب در همین گروه
در همون روز اول گذاشتیم تا همین روز ایستاده است. تا همین روز این کتاب در همین جای ایستاده است. در درونش هر چیزی که هست مطالعه کنید. آیا در درون همین کتاب ما این 2 آیت ضعیف هست گفتن چیزی هست؟ نیست، وجود ندارد. وجود ندارد. معروف راسخ کتاب اصلا مطالعه کردگی نیست. از سبب کبر، از سبب به این موضوع فتنه بزرگی کشاده اش اهمیت ندادن، این کتاب ما را مطالعه کردگی نیست. ما را دارد تهمت میکند، میگوید که در درون کتابت 2 آیت را ضعیف گفتی. مرحمت مطالعه کنید که در کجا هست این چیز. ما در زیر این آیت گفتیم هر 2 قول در زیر این آیت، در زیر هر 2 این آیت این قول ضعیف است. یعنی این قول ها در زیر هر 2 این 2 قول در زیر آیت ضعیف است گفته گستیم. وقتی قولی صدیق حسن خان را نقل کردیم، انمی ترجمه سخن صدیق حسن خان است و ترجمه سخن شوکانی است. شوکانی و صدیق حسن خان سخن معرف راسخ را که این آیت را به اهل کتاب و یهود و نصارای و مشرکین گفته ضعیف میگوید. ضعیف میگوید. قول راجح این آیت به مسلمان ها میگوید و میگوید که هر 2 این قول در این آیت ضعیف است. هر 2 این قول در زیر این آیت ضعیف است. در معنای این آیت، این سبب نزول این آیت رو هر 2 این قولی که گفته ضعیف است میگوید، نه اینکه هر 2 این آیت ضعیف است. قولی که در زیر این آیت ضعیف است در این کتاب همچنین اومده. اما معرف راسخ بجای این که از این کفر منتشر کردهش توبه کند و از این مذهب جهمی خفیگی آزرگی توبه کند، حق قبول کند، سبحان الله آمده بر رساله ما به ما با تهمت کرده است که آیت رو ابو محمد ضعیف گفت. این دلالت به چی میکنه؟ دلالت به این میکنه که کتاب معرف راسخ رساله را اصلا مطالعه کردگی نیست. او به کدام جهمی یا کدام دشمن اهل توحید، دشمن ما، یگان مقاله دیگر روی کرده است، یا نمیدونم حالت مسودیش روی کرده است، یا که تغییر داده خودش روی کرده است. بالاخره معرف راسخ نفهمیده باز به همین فتنه مشهور و معلوم است. الحمدلله همه فهمیده است که منهج اهل سنت چیست. من از معرف راسخ خواهش میکنم بسم الله یک مرتبه رساله که من به دستم نوشتم، انا این کتاب، انا همین کتابی که انا همین رساله کردیم، کتاب کردیم، بسم الله شو بخون ببین که در گیجاش این هر 2 آیت ضعیف است. همین کتاب روزی که گذاشتیم تو همین روز در جاش ایستاد. من کتاب گرفتگی مون نیست، همین کتاب ایستاد از روز اول. هداكم الله. این تهمت و این طعنه توبه که لیکن حق ظاهر شده ایستاد است. الحمدلله روز بروز.